نگاه کنید اینجا تیم آرژانتین یه دونه جامپ انجام میده. ببین این بازیکن چیه؟ شماره 9. نگاه آمد روی شماره چند؟ یعنی از وسط به خط که داده میشه از اون کانال یا نزدیک اون کانال انجام داد، ولی برعکسش نمیشه. دوباره نگاه کنید. نگاه کنید شماره 9 بازیکنش کیه؟ اینه، درسته؟ شماره 8 هم بازیکنش کیه؟ 5، درسته؟ خب الان نگاه شماره 14 این یارشه. یه لحظه شماره 9 نگاه میکنه میبینه این توی خط پاس اینه. نگاه الان اینجا وایساده، خب میدونه که این بازیکن، نگاه این باهاش نمیره، این بازیکن باهاش نرفته. خب الان پاس که داده میشه به این چیکار میکنه؟ او جامپو انجام میده. بلافاصله این بازیکنی که آمد میشه مال کی؟ مال این نفره پشت سر. ببین حتی میتونه توپم بگیره، یعنی موقعیت گرفتن توپ ایجاد میشه. خب یه نمونه دیگه ببینیم. نگاه این الان تو کانال کناری وسط، نگاه این الان پاس داد به این نفر، تا اینجا جامپ انجام نشده. خب حالا این دیدید از کانال 1 به کانال 2 اینجا دیگه یارگیری من تو منی در کار نیست. همون باز نگاه الان ویژگیش چیه؟ این آمده از اینجا بسته، این آمده از اینجا بسته. این خوبیش یه که ما میتونیم چیکار کنیم؟ اینجا توپ از حریف بگیریم، مثل این صحنه که دیدیم. این خیلی نمونه خوبیه برای جامپ. دوباره ببینیم اینجا. نگاه تا اینجا من تو من، هر کسی با یارش، درسته؟ خب این دوتا نزدیک میشن. به محض که این دوتا به هم نزدیک میشن این دور میشه. این مال چنج دیفنس. حالا باز درمون شو این دور میشه. میدونید چرا؟ چون میخواد ببینه برآیند این کار چی میشه. اگه اینم نزدیک بشه کار اونا در میاد، ولی چون دور میشه کار در نمیاد. خب حالا 8 داره اینو دفاع میکنه، این بر میگرده نگاه میده به کی؟ میده به همین نفری که اینجا هست. درسته که یارش این بوده، ولی به محضی که میبینه از این کانال به این کانال پاس داده میشه، حالا میره به سرعت. نگه دیگه وقتی جامپ میخواد انجام بشه بین شدت فشار 4 و 5. ببینید همون نفر توپو ازش گرفت، به عمق هم میامد این نفر میگرفت. یه دونه دیگه هم داریم تو فکر میکنم کانال وسطه، اونم ببینیم. نگاه الان هر کسی یک یار، نگاه این شیشه میدونه یارش اینه ولی روش نمیره. دیدید الان جامپ انجام شد، درسته این یارش بود ولی این نگاه به محضی که این رفت با این آمد با کی؟ با نفر وسطی. اینجوری ویژگیشیه که فشار رو توی حریف ما چیکار میکنیم؟ نگه میداریم. و به محضی هم که دیدین جامپ چجوری انجام میده؟ وقتی پاس داده میشه دفاع سرعتش و شدتش از 2 و 3 به 4 و 5 میرسه. دوباره این صحنه رو با هم ببینیم. نگاه به محضی که میان برای که ریکاور بشن دیگه این الان نمیره فشار بذاره روی اینو یادتون باشه، این نمیره الان فشار بذاره، چون میدونه همه الان تو حالت آنستیبلن، اصطلاحاً ناپایدارن. اول چیکار میکنن؟ اول مدارا، اول سازماندهی. حالا سازماندهی پیدا کردن. خب 13 همین الان میدونه، یعنی هنوز پاس داده نشده، این یاد گرفته، میدونه اگر این بازیکن تصمیم گرفت به این بده باید بره روش، چون توی کانال کناری پاس داده شده و توی عرض یا عقب. اما اگر همین این قرمز اینجا باشه، اینجا باشه، این جامپ اشتباهه، اصلا نباید انجام بشه چون میفته پشت سر بازیکن. پس یا باید روبروش باشه یا عقب‌تر. نگاه الان عقب‌تره، قبلی دیدین روبرو بود، الان عقب. نگاه همون رفت، به محضی که اون رفت 8 شد با کی؟ با این بازیکن.